رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود 4 چیز علامه بدبختی است. چند چیز؟ 4 چیز. هر 4 صفت اگر در وجود یک انسان جمع شد، این انسان بداند که بدبخت شده است. اول صفتش رسول خدا فرمود چشمانش خشک می شود. هر وقت دیدی که دیگه گریه کرده نتونستی از ترس خدا، هر وقت دیدی که در خلوت وقت گناهانت به یادت آمد غرق در عرق نشدی و چشمانت پر از اشک نشد، بدانی که یک صفت بدبختی در وجود تو پیدا شده است. رسول خدا فرمود اول صفت خشک شدن چشمان هست. عتبه غلام مرد از مردان تاریخ است. اول مرد خوبی نبود، مثل ما بود، خیلی گناهگار، روسیا، بی وفا، عاصی، خطاکار. اما وقت توبه کرد، روز از روزها در هوای سرد زمستان در میان برف که هوا خیلی سرد بود، عتبه را دیدن که در جای استاده است، قطرات عرقش تمام وجودش تر کرده است. گفتن سبحان الله، در این هوای سرد عرق، این عرق از کجاست؟ عتبه را پرسیدن چرا این اندازه عرق کردی؟ عتبه گفت همین جایی که استاد هستم 1 سال پیش خدا را نافرمانی کرده بودم. 1 سال پیش خدا را اینجا نافرمانی کردم، الان وقت اینجا استاد شدم به یاد اون گناه افتادم. خدا فکر کن عزیز من، جاهایی که من و تو خدا را نافرمانی کردیم، خدا را خطا کردیم، به خدا پشت کردیم، اگر فرصت داری در جایی که گناه کردی برو 2 رکعت نماز بخوان. در همون جایی که گناه کردی 2 رکعت نماز بخوان و در سجده زیاد گریه کن که خدایا اینجا تو را نافرمانی کرده بودم، روز قیامت اینجا را حاضر نکنی، روز قیامت اینجا را در ملأ عام، در پیشگاه تمام خلائق اینجا را به چشمان انبیا و اولیا و صلحا و علمای ربانی نیاوری و بگوی فلانی ولد فلانی در اینجا چی نافرمانی مرا کرده بودی؟ رسول خدا فرمود اول علامه بدبختی چشمان شما خشک می شود از اشک، دیگر اشک نمی رزاند چشمان شما. دوم از علامه بدبختی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی محبوب داریم، چه پیامبر محبوب داریم، تمام رمز و راز هدایت، تمام رمز و راز موفقیت و کامیابی را به دستان ما داده است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اول علامه بدبختی چشمان چه می شود؟ خشک می شود. دوم از علامه بدبختی رسول خدا فرمود هر وقتی که این صفت در وجودتان پیدا شد بدانید که بدبخت شدید. دراز شدن آرزوها. چی؟ دراز شدن آرزوها. چون وقت آرزو در دنیا دراز شد انسان از یاد خدا غافل می شود. من قصر می سازم، من کاخی می سازم، من موترهای آخرین سیستم می خرم، 10 سال بعد این کار را می کنم، 20 سال بعد این کار را می کنم، 40 سال بعد این کار را می کنم. بعضی از دوستان به پیش من می آید میگن یک معامله ای داریم، طور مثال کسی میگه من این میکارم بعد از 4 سال حاصلش رو به دست می آورم. باور بکنین بارها عزیزان من این سخن را به من گفتن، وقتی من این سخن را میشنوم حیران میمانم که آیا تا 4 سال ما زنده هستیم؟ تا 4 سال فرصت زندگی برای ما هست؟ شخصا خود من که 4 دقیقه 1 دقیقه هم امید این را ندارم که زنده میمانم، چون هر لحظه همین مرگ مثل سایه‌ای که تو را تعقیب میکند، مثل سایه تو را تعقیب میکند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود 5 وقت نماز اسرائیل به چهره هر فرد از افراد بشر یک نگاهی می اندازد که خدا دستور قبض روح کدام جان را داده است. 5 وقت نماز یعنی 5 وقت نماز من و تو را فرد تک تک زن و مرد موتوره اسرائیل 1 بار نظر می کند. اگر همون وقت ما ببینیم اسرائیل چطور یک صفت به حال ما پیدا میشه، چه حال برای خود میگیریم که اسرائیل را ببینیم که به ما تماشا داره، به ما نگاه میکند و بدانیم که اسرائیل است. چه رقم نماز میخوانیم، چه رقم زود توبه میکنیم، چقدر زود عذرخواهی از الله میکنیم،
در حالی که نمیدانیم شاید اسرائیل این روز به چهره ما نگاه کرده باشه تا آخر روز یکی ما را در لیست مردگان نوشته کرده باشه. بعید نیست عزیزان من. بنابراین الله رب العزت و الجلال سوم صفت از مؤمنان را بیان کرد و مما رزقناهم ينفقون، از آن شیئی که برایشان رزق دادم انفاق در راه خدا میکنند.